اون شناختی که من از این متصدیان امور دارم که بعضی از اونها سالهای طولانی باشون بودم و از نزدیک ملاقاتشون میکردم و بعضی دیگرم که در طول این خدمتی که مشغول بودن با اونها آشنا شدم. شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین یه نفر رو مثل آقای خامنه ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنید. ایشون رو من سالهای طولانی میشناسم و در اون زمانی که اول نهضت بود ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیام‌ها تشریف می بردند و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید ایشون حاضر وقع بود همه جا تا آخر و حالا هم هست. ما یک نعمتی خدا بهمون این است که داده. من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.